اگر به تاریخ گذشته خلق و ملت‌های آسیای مرکزی ما نظر افکنیم، منطقه وروح این یکی از منطقه‌های به گذشته خلق تاجیک به گذشته نیاگان ما محسوب میباشد و در همین زمینه منطقه وروح اصلا به گذشته ملت تاجیک به گذشته خلقیت تاجیک تعلق دارد و سرزمین را نمیباید، سرزمین و مادر که یگانه هست او را نمیتوان عوض نمود. مادر و وطن اینها مقدسات هستند که ما آنها را عوض نمیکنیم به یگان چیز. و البته وروح از ملت تاجیک بود، برای ملت تاجیک میماند و اون منطقه اهالینشین خلقیت تاجیک است و این آمادگی هایی که به جشن استقلال 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما دیده ایستادیم و تمام انشاءات ها یکی امروز در عرفه جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده شده ایستادند و این هم باشد در وروح چنین انشاءات ها ساختمان چنین انشاءات های معیشی فرهنگی ادامه دارد، رفته ایستاده است و یک گوشه دیار ما وروح در برابر دیگر قسمت های جغرافی کشور عزیزمون آباد و زیبا گردیده ایستاده است. این از آن گواهی میدهد که سرزمین وروح یکی از قسمت های جدا نشونده تاجیکستان بود، هست، میماند.